بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الأربعون النووية. اینک بعون الله سبحانه وتعالى ما درس خود را دوام میدهیم از الحديث نووية. قال الإمام الحافظ الفقيه أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. إمام حافظ فقيه أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الله رحمتش کند میفرماید که الحديث التاسع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. نعم. يعني حديث 39 از ابن عباس رضی الله عنهما روایت میکنند که پیغمبر الله صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین گفت. به درستی یعنی معنای حدیث به درستی الله به خاطر من از امتانم خطا و فراموشی و آنچه را که بر آنها مجبور کرده شده اند گذشت کرده است. یعنی سه چیز الله سبحانه و تعالی به خاطر من از امتم یعنی که چی گذشت کرده است. اگر کسی به فراموشی یگون کار کند یا که یگون چیزی گوید یا که مثال گیریم یگون کسی مجبورش کند یا که سهوان کند، دیگر اینه یعنی که الله سبحانه و تعالی میبخشد. این حدیث حسن آن را ابن ماجه و بیهقی و دیگران روایت کردند. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.